محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی می گوید حکومت باید برای کارگران کشور زمینه کار قانونی در کشورهای دیگر را مساعد کند و جلو سربازگیری القاهای مخالف حکومت را از این مهاجران بگیرد. یکی از دلایلی که امنیت ملی را ما را هم تهدید میکنه این میسته که سیل از ناراضیان از این وطن رفتن که با عقده‌های زیاد در بیرون زندگی میکنن. از اونا دشمن کسانی که بخواین حلقاتی که بخواین از اونا استفاده بر ناامنسازی افغانستان بکنن از اونا سربازگیری میکنن. به باور آقای محقق مشکلات مهاجران در ایران به گونه موقتی حل شده است، اما حکومت در جستجوی راه حل‌های اساسی آن باشد. مشکلات‌های زیادی هست که مهاجرین افغانستان در اونجا روبرو هستند که اگر برگردن مشکلاتشان بسیار کم میشه، در این حال میتونن که برن به او کشور کارم بکنن. حال فعلا اونا به خاطر کارتشان پول میدن، به خاطر خدمات شهری اونا پول میدن، به خاطر که بچه هایشان در مکتب گرفته شود باز هم پول میدن، به خاطر که دانشگاه برن باز هم. اینا از کجا میشن؟ بوشاک رئیس دفتر پناهندگان ملل متحد در کابل میگوید جذب مهاجران به مسکنهای اصلیشان در صدر چالش ها قرار دارد. I have now been 2 years in Afghanistan. حکومت افغانستان باید زمینه عودت بیشتر مهاجران را از کشورهای پاکستان و ایران مساعد کند. اداره UNHCR بر ادامه کمک‌هایش به مهاجران تاکید می‌کند. 42.5 میلیون مهاجر در سراسر جهان زندگی دارند. افغانستان با داشتن بیشتر از 8 میلیون مهاجر در جهان مقام نخست را از آن خود کرده است.